کسانی که از ما دعا طلبیدن، دعا میکنیم در این روز سعید، در این روز جمعه، در این روز دعا در نزد خانه خدا، در این روز دعا در این نزد خانه خدا دعا میکنیم که خداوند بزرگ این رو واسه خانه خدا میکنیم. پاک و پروردگار هر کسی هر نیتی نیک دارد، خداوند بزرگ به نیت نیکش برسانه. پاک و پروردگار در کجای نباشه در امان خدا باشید، همه وقت سربلند در خدمت پدر و مادر، در خدمت خلق خود باشید. در کجای باشه نباشید، خداوند بزرگ، الله بزرگ نگهبانتان باشد. الله اکبر. خدا یار و مددگارتان. یک بار دیگر روز سعید جمعه به همه مبارک. نه الله بزرگ به فرزندان و فرزند تا که پاک و پروردگار خدای بزرگم بیماران را شفا عطا که، زندانیان را صبر جمیل و آزادی عطا که. پاک و پروردگار هر کسی هر نیتی دارد در این روز سعید و نیت نیکشان برساند. الله اکبر.